ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. در موج برنامه خوانش بدیعی دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار پنجم از رمن تاریخی ادبی شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهزاد هیجا. مرحمت گوش کنید. و در قلعه آرامی و امانی بود. هر دسته سمت حمایه و هر سرباز جای ایستش را می دانست. و زمین هیجا زیر نظارت می ایستاد که سوسماری گذرد زود به چشم می رسید و سربازان از این بلندی به آن پستی می نگریستند و دشمن را که نمایان شود خیالاً نشانی تیر می کردند و شمشیر زنها خیالاً پس دیوار قلعه را پر از سری بریده می دیدند. اشور 500 باز یک روز دیگر جنگ کرد و باز یک روز دیگر به دشمن راه نداد که به حمله گذرد و تلفات می افزود و مدد از پشت نمی رسید و قوه کم می شد و اگر یک روز دیگر جنگ کند از سربازان یکی زنده نمی ماند و او شبانه عقیب نشست و 110 نفر را که همراهش بود از پهلوی قلعه گذرانیده از یک شکسته گذشته در پس بلندی آن طرف شینک گرفت و دوست دیگریز برای روز مراد غزل خواند. در دشت بودم که غلغل جنگ آمد، شیر بچه بودم گریختنم ننگ آمد. و روز دیگر سلات‌ها بی ممانعت به قلعه نزدیک آمدند و از گلوله پراندند و 3 جای دیوار را که از درون و بیرون خاکریز بود رخنه نمودند و تیرپران و نیزه زنان با صدای اوره به هجوم گذشتند و مرگنهای باره قلعه دشمن را نشان نگرفتند. با هراس خودها را به دیوار پایان پرتافتند و شمشیر زنان فرصتی از نیام برکشیدن شمشیر نیافتند. به کنجها خزیدند و آخوند کلان با سر و لباس حرب از بالاخانه خود را پایان پرتافت و دسته شمشیر به زیر منهش زد و گردنش شکست و سربازان رمه گوسفند در آغل تنگ برین خیره کشیده یکدیگر را تیله داده زیر کرده جای گریز می جستند و النوکران اختیاریانی در اسب اجباری چسبیده به دیوار می برآمدند و می غلطیدند و هر باری که گلوله توپ گلدراز زده کفت چرغابک خوابیده سرشان را 2 دسته می داشتند و عسکر روس به قلعه در آمد و نیزه ها به بدن خلیده و می برآمد و ایلیک باشی بال راست قلعه دیقان مشق جنگ ندیده که همسایه ها به جنگ می روند من نروم شرمندگی است گویان از ناموس به غذا میان بسته بود بالای بام پستکی برآمد و تفنگش را بالای سر برداشت و نعره کشید نگریزید، تیر کشایید. ولی بانگش غیر از گوش خودش به گوش کسی دیگری ندر آمد و او از بام جهیده فرآمد و در خانه را تیله داد، کشاد و درون در آمد که شینک گیرد و 23 النوکر از دنبال او به همان خانه در آمدند و دیدند که این بینا بارودخانه بوده است و جا جا دیوار ستونکاری را شکافتند و کمین گرفتند و 34 ساعت به مقاومت ایستادند و چندین سلاتی که روبرو آمد به زمین خوابانیدند و 6 نفر
تلفات دادند و تیرشان تمام شد. در انبار یک خرمن بارود، در دست یک تیر هم نیست و در بیرون اسکرها که آنها را نشان گرفتند و الیک باشی به یاران رو آورد. اسباب جنگ نداریم، کسی خواهد اختیارش تسلیم شود. عیب نیست، من این بارود را می ترکانم با خودم. و 17 نفر سلاحداری بی‌تیر در پهلوی او ایستادند و همه‌شان بالای خرمن بارود برآمدند و گوگرد زدند. و از این ناموسداری و فداکاری آنها در امارت بخارا کسی یاد نکرد، حرفی نگفت و آنها گمنام ماندند، هم در زمان خودشان و هم بعد از آن. ولی آخوند کلان که از خویشان امیر بود، چون شیخ شهید شهرت یافت که در راه دفاع دین و ایمان قربان شده است و مزارش را زیارت می کنند. 18 اکتبر سال 1866 قلعه دیزک به تصرف روس‌ها درآمد و آنها اسیر بسیاری گرفتند و مجروحان را تبابت کردند و مقتولان صحن و گرد دیوار خاکریز قلعه را گوراندند و شهیدان دشت را به اختیار شغال و زاغان گذاشتند. از جنگ دیزک هر دو طرف هر کدامی به طور خود نتیجه گرفتند. امیر بخارا خواب بود، بیدار شد که این دشمنی اندک مندک نیست و باد تکبر که در این اطراف از من زورترش نیست از سرش برآمد و به تکاپو درآمد که در جنگ به مقابل روسیه همسایه ها افغانستان، خیوه، قوقند، کاشغر را یار گیرد و سلطان ترکیه مدد پرسد و با میان روی ترکیه مناسبتش را با انگلیا مستحکم گرداند و همزمان در این صلح با روسیه را نمی بست که وقت را کشال بدهد. امپراتور اعظم روس به تشویش که مقاومت بخارا در دیزک نسبت به جنگ‌های پیشینه با نظام و جدی‌تر شد و این بیاری خارجیان صورت نگرفته است و امکان دادن در کار نیست که قوه خانها و سلطانها متحد بشوند و سرعت حرکت به شرق را سست بکنند و به منفعت‌های اقتصادی و سیاسی روس خلل برسانند و گنرال گوبرناتور حدالامکان راه‌های گفت و شنید را ببرد و خاصه فتح سمرقند را بتیزاند که گره اساسی پیوند هاست. و 7 ایون سال 1867 سفیر بخارا به ارنبورگ رفت. بیایید به جنگ خاتمه دهیم، صلح بکنیم. گنرال گوبرناتور: به کدام شرط سفیر؟ دیزک و اوراتپه را دهید. سرحد ما و شما ساحل چپ دریای سیر شود. گنرال گوبرناتور: بینو به تیاری حربی که در بخارا و سمرقند می بینید و سفیران ترکیه و مبلغان انگل را پذیرایی می کنید. امیرتان نیت صلح و صلاح ندارد، فیصل می دهد. خود گنرال گوبرناتور خواهش صلح و صلاح نداشت، برعکس وی در غم ملحق کردن آسیای وسط به روسیه بود و در بحر ارال فلوتیلیا می ساخت و بهانه می جست که راه ضبط را یابد و کاوفمن دعوایش را عهد صلح نامید و 2 نسخه کرد و به امیر فرستانید که مهر مانید، امضا مانید. 1 نسخه‌اش را نگاه دارید، 1 نسخه دیگرش را تا آخر ماه اکتبر به تاشکند فرستانید. و 5 ماه انتظار شد و از امیر جواب نآمد. و 30 اپریل سال 1868 ارمی روس از دیزک به طرف سمرقند حرکت کرد و در این وقت امیر که در آقتپه بود مشورت فوق‌العاده دعوت نمود: با روسیه می جنگیم یا صلح بندیم؟ گروه صلح را اولاتر دانستند، گروه جنگ را، و گروه جنگجو
گروه صلح‌پرور را ترسانچک گفتند و عسکری روس تا پل سنگین آمد و امیر باز رسول فرستانید که پیش جنگ را گیرید و کاوفمن به رسول جواب داد: من 2 خط گرفتم، یکی از نام 2 بیک مشهور، دویمش با مهر و امضای 7 بیک دیگر. آنها عرض دوستی کردند، ما را با نان و نمک پیشواز میگیرند. علاوه به این خلق از ستم امیر بیزار شده است. وکیلها فرستادند، مکتوبها نوشتند که ما بیاییم به آنها یاری دهیم، قرض انسانی ماست که دستگیری بکنیم. و کاوفمن عقب نگشت، به پیشروی تیار می شد و در میرزارآباد از سمرقند به امیر خبر آوردند: سپاه را با سرداری پسرتان به تپه چوپانتا برآوردیم. آمدن جناب عالی را ساعت به ساعت انتظار هستیم. و جناب عالی با شیخ الاسلام و سرلشکر و رمال حاجی توره خلوت کردند. تدبیر کار چیست؟ و شیخ و حاجی توره تدبیر نشان دادند. از آیت و حدیث ها مثل آوردند و از طالع امیر فال کشادند که در سمرقند مزار اولیاها بسیار و به طالع نیک امیر پسرشان سرابان سپاه، ارواح اولیاها و عقل رسای امیرزاده انشاءالله نمی گذارد که قدم ناپاک کافران به خاک پاک سمرقند برسد. و سرلشکر قوت داد. عروس شکست و ریخت این زمین را نمی داند، جر و جو، پست و بلند، راه و بیراه را نمی داند. ما آسانکک به آنها غالب می آییم، 1 نفرش زنده نمی ماند. و امیر فرمود: به سران لشکر خبر دهید که هر کسی به کافران غالب شود و دیزک را آزاد کند، به بهترین ولایت به سمرقند حاکم تعیین می کنم. و خودش به سمرقندی به کرمی نرفت و هراس داشت که عبدالملک خودش را امیر اعلام می کند. عسکری روس قریب به ممانعت تا به کتقرغان آمد. بین مردم سمرقند در خانه، در کوچه، در مدرسه و مسجد، در بازار و مزار تهلوکه و هراس پهن می شد. لشکر عروس می آمده است، شیطان یار آنها بوده است، دین و ایمان فتور می رود، گویید و مانید. در این وقت عسکر عروس با جنگ سبک کتقرغان را گرفت و از خانه یک بای 500 غلام را آزاد کرد و بیک کتقرغان با سپاهش جانب شهر سبز گریخت. به بخارا نرفت. از امیر دیگر امیدی نداشت. بعد بیک شهر سبز خیشش بود و هم به جسارت او اعتماد داشت. یگانه کسی که همیت مقاومت دارد بیک شهر سبز است و امیری به او میزیبد. و عسکر روس با اندک تلفات 10-12 سالدت و 4-5 اسب و 1 کماندیر سرتاپا مسلح و تنش پوشیده و سیر و نظام حربش عاقلانه و استوار، اول گلایه، بعد سواره، بعد در بالها ارتیلریا و بعد پیاده و بعد بار و بونه و تیر و باروت و دیگ و آتشدان و کتفا آزرده و سر و رو چنگ خورده، ولی شهد غلبه چشیده که بی قوت را با قوت و تنبل را چالاک می کند، پستی و بلندی و جر و جو و مزار و خانه ها و بیابان و باغ‌ها را منزل به منزل زیر پا کشیده نزدیک می آمد به سمرقند. و تا به سمرقند رسید که 5 شبان روز سپری شد. و در این 5 شبان روز در شهر سمرقند و قصر و کوشک و خیابان و کوچه ها آنقدر حادثه روی داد که در 170 سال سلطنت منغیتیان واقع نگردیده بود، ولی ترتیب و ترکیبش با ترتیب و ترکیب ساخت دولتداری منغیت شباهت داشت و سرایت آن سیاست بر علا به نظر می رسید. در آغاز واهمه در زبانها افتاد و خلقی که 1300 سال باز گناه و عیبش را باری گردن شیطان می کند و باری هم گریبان خود را بو نمی کشد و دایم در نیایش هست که خدا از شر شیطان نگاه بدارد، اکنون خوف می برد که این شب یا شب دیگر شیطان به خانهش می درآید و توبه کردم می گفت و جای گریز نمی یافت.
و بعد آوازه شهرگیر شد که شیخ مزار شاه زنده خواب دیده است که در مدرسه شیردار 2 منار از هم فرو ریخت و به زمین یکسان شد و به این آوازه زم گردید که مفتی شهر خواب دیده است. وی در خواب دیده است که گنرال روس سوار اسب سفید در ریگستان سیر می کند و هرچند در تعبیر خواب مرد چپه است، به هر حال از فلاکت درک می دهد. شهر سمرقند در دم بلا می ایستاد و سپاهیان در موضع چوپانتا استحکام می ساختند که دم بلا را بگیرند و در دکان و بازارها خوردنی و پوشیدنی و سوختنی و شستنی 2-3 برابر قیمت شد و امیر به شهر نآمد و مددگاران نفرستانید و از کرمینه به بخارا، شهر صف و بایسون جاسوسها روان کرد که در عقیبگاه شورش برنخیزد و اشور 500 از اصول جنگی که امیر داشت سخت به تنگ آمد و از ظفر دلش خنک شد و سربازانش را گرفته جانب اغزا رفت که اگر بخت مدد بکند با حاکم بایسون می پیوندد و یک جایه به حفظ ملک قیام می کنند و روزیمراد و دوست دیگریز به او همراه شدند و امردین بازارگان در قزان مراجعتنامه نشر کرد که بنا به فرموده شرع شریف پادشاه کافر عادل بیاس امیر مسلمان جاهل و ای مسلمانان به طرف امپراتور اعظم روز گذرید و هزاران بار عادلتر است از امیر فاسق و فاجر بخارا. و انگلیسا از کاشغر به کرمینه آدم فرستادند که امیر دلشکسته نشود، در مقاومت استوار باشد. بریتانیای کبیر او را تنها نمی گذارد. هر قدری که پول و مال و تیر و دارو لازم باشد مهیا خواهد کرد. و دستمراد مهندس نامه به نام امیر فرستانید که اصلش به چنین جنگ رفتن معنی نداشت. خطایی که رفت برگردانیده نمی شود. الحال چاره این است که در صلح بکوبید و بقای سلطنت نگاه دارید. به پول و سلاح انگلیس امید نبندید و از دستگیری افغانها نیز امیدوار نباشید. صلاح کار فقط در صلح است، خلق را آسوده می کند. و امیر این نامه را نخواند و در احاطه اهل دربار در محیط سلام صبح و شام و تعظیم زمینبوس مدوام در قصر خفت و خیز داشت و به همین این خوشامد و تعظیم باور نمی کرد، ولی خوشش می آمد و شاطر می فرستاد که از بخارا برای زنهای حرم آینه و شانه و اسمه و غازه بیاورند. و یکم ماه می سری صبح در موضع چوپانتا بین سپاه سمرقند و عسکری روس آتش جنگ در گرفت. سربازان مردانه می جنگیدند ولی سلاحی نداشتند که جوابگوی سلاح دشمن باشد. شمشیر و کمون پیلتبند و 60-70 بردن که انگلیسی کافی نبود که با توپ و پولمیوت و 5 تیر سلاطا مقابل ایستد و صف آنها را بشکند. و در چاشگاه احوالشان تنگ شد. در استحکام گلوله های توپ می ترکید. در سنگرها تیر پولمیوت امکان نمی داد که سربازان سر بردارند و نشان بگیرند و سلاطها زینه به زینه پیش می آمدند و امیرزاده از جانش ترسید و در احاطه یارانش فرار کرد و سربازان را بی سردار به حال خود پرتافت و سربازان کرایه که 8 ماه امیر مزدشان را نداده است با طلبندگی، مید دزدی و غارتگری میزیستند. فرصت را غنیمت دانستند و به میدان حرب گریختند و به دیهات و شهر رفتند و به طلب و تاراج خانه و مال مردم مشغول شدند. و تاریخ نویس دربار از باغ می گذشت و دید که قریب 400 سرباز لباسهایشان را کشیده به حوض می پرتایند و تگ ایزار می شوند تا که دشمن آنها را گدا پندارد
و نکشد و اسیر نگیرد. و یک توده عسکری روس تازان به پل سیاب رسیدند و راه گریز سربازان را بستند و در هیجای چوپانتا سربازان باقی مانده سر می باختند. و به شهر خبر رسید که امیرزاده از میدان حرب گریخته است و در ریگستان شهر ازدحام خلق لحظه به لحظه می افزود و فضا پرصدا می شد. پس آرام و بلند تهلوکدار از هر گوشه و کنار یکه و چند آوازه و همه این در یک جایگی غوغای انبوه گردید. امیرزاده گریخته است، حاکم روس شده است، سپاه بی سردار، شهر بی صاحب، گریخته است، بی سردار، بی صاحب. و او را ناموس حاکم بیدار شد. سربازان حاکم خانه را صف آراست و سربازان از تپه چوپانعطا فرار کرده را جمع آورد و با این لشکر به سر مردم نارضا و امدادخواه و بی سلاح تاخت و ریگستان جنگستان شد. شمشیر سربازان به مقابل مردم دستخالی عجب کارستانی میکرد. زنید این ناشکران را، کثافت ناسپاسی همین هاست که به سر شهر بلا آورد. و می زدند و می افتادند و می گریزانیدند. و به این انبوه پریشان و افتان و خیزان ناگهان یاری رسید. زنها به شور آمدند. زنها داسکله، آتشگیرک، شاخ جاروب، کرد آش و تیرک به دست با هیاهوی به میدان در آمدند و به شمشیرداران هجوم آوردند و شکست دادند لشکر حاکم را و حاکم عقب نشست و همین عقب نشستن عقب رو رفت و عقب رو رفت و تا کرمینه از اسب نفرآمد. مرد و زنی که خیابان ریگستان را لبریز کرده بودند سیل بهاران در کوهستان را میماند. جوش میزد و مرد جیلک چیتش را از تن کشید و بالای سرش الوانج داد و دعوت کرد. کسی یافت می شود که مدافع شهر را به عهده گیرد. طلبکار پیش نبرآمد. کسی صدا نبرآورد. غوغا آرام شد. مرد جیلک به دست تکرار کرد. کسی هست که مدافع شهر را به عهده گیرد؟ و از طاق مدرسه طلاکاری 4-5 طالب علم با یک آواز جواب دادند. هست، مولا نصرت، مدرس ما، مولا نصرت. میدان عکس صدا داد. مولا نصرت، مولا نصرت. و مدرس مولا نصرت بالای صوفه برآمد. خلایق، سپاه و سلاح می باید که شهر را دفاع بکنیم. با دست خالی چگونه بتوانیم به مقابل آتش توپ و تفنگ برویم؟ و انبوه غلغله انداختند. سپاه ما، سلاح ما، می رویم. سربازان بی سردار استحکام چوپانتا نیم روز جانفدایی کردند و در نیمه دوم روز پیشگرد عسکری روس به تپه چوپانتا برآمد و باقی مانده سربازان ناچار عقب نشستند. شما گفتار پنجم را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهزاد هیجا شنیدید. کارگردان نگین ابراهیم، صدا بردار منظور یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشه.